سلام عزیزان، ساتیا هستم و به ساتیا آسترو خوش اومدید. تو ویدیوی امروز میخوام در مورد ماه نو براتون صحبت بکنم. شنبه 6 جولای 2024 ساعت 2:27 صبح ما ماه نو خواهیم داشت. هرچند که از روز جمعه حوالی 5 صبح ما در انرژی این ماه نو قرار گرفتیم. این ماه نو در سیستم تروپیکال در نشان خرچنگ هست و در سیستم سایدریل در نشان جوزا. اما بازم هیچ فرقی نمیکنه که در چه سیستمی باشه و با چه دیدی بخواید بهش نگاه کنه. در هر صورت ما یک ماه نو خاص، متفاوت، بسیار عمیق و معنادار رو خواهیم داشت. ماه نویی که با احساسات ما، ارتباطات ما، ریشه ها، سنت ها، گذشته ما در ارتباطه با خانوادهمون مرتبط میشه و با ارتباطی که ما با نزدیکانمون و دوستانمون خواهیم داشت. در هر سیستمی که بهش نگاه بکنید، حاکم مقتدر بر این ماه نو جوپیتر هست. در نشان خرچنگ اگر در نظرش بگیریم، طالع چارت ماه نو جوپیتر هست و در سیستم سایدریل هم تمام سیارات در ناکشاترای جوپیتر قرار میگیرن که حالا باید در مورد ناکشاتراش براتون توضیح میدم. پس با این اوصاف وقتی که ما جوپیتر رو داریم که نماینده خرد، حکمت، دانش و معنویت هست، پس قاعدتا این ماه نو با این مسائل خودش رو نشون میده، خصوصا که همزمانی ساترن برگشتی، نپتون برگشتی و دروازه مقدس رو که تو ویدیوی قبلی براتون توضیح داده بودم رو هم داریم. و به طور کلی علاوه بر ماه و خورشید که پای ثابت ماه نو هستند، ساترن، نپتون، عطارد، ناهید در این ماه نو کاملا رد پاشون مشخصه و دارن خودشون رو نشون میدن و تمامشون با این ماه نو زاویه حمایتی دارن و یه جوری از افکار و ایده های ما حمایت میکنن. توی این ماه نو علاوه بر آدابی که همیشه انجام میدیم، خب ماه نو مصادف میشه با اینکه ما باید خودمون رو پاکسازی بکنیم برای اینکه قرار یک قدم جدیدی برداریم. ما اگر بخوایم با فازهای ماه نو کار بکنیم، از ماه نو تا ماه کامل ماه داره بزرگ میشه، در واقع در نیمه صعودی خودش قرار میگیره، افزایشی قرار میگیره. خب پس ما هم به نوبه خودمون با این ماه اگر همسو بشیم، باید به سمت پیشرفت حرکت بکنیم و رو به صعود بریم. در نیمه دوم، یعنی از ماه کامل تا ماه نو بعدی، این حالت نزولی پیدا میکنه و از شدت افزایشش ریز 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 کم میشه تا به هلال باریک دوباره میرسه و ما یه ماه نو رو خواهیم داشت. پس تو این ماه نو اگر بخوایم پیش بریم، ما باید قدم برداریم، بذرهای آیندهمون رو بکاریم. بنابراین باید خودمون رو از ناخالصی هایی که در ماه گذشته داشتیم خالی بکنیم، پاک بکنیم. پس مهمترین کاری که تو ماه نو باید انجام بدیم پاکسازی کردنه. پاکسازی خودمون که خب قاعدتا در اولویت قرار داره. مثلا میتونیم دوش آب نمک بگیریم، یا پامون رو توی آب نمک بذاریم، یا فقط حتی یک دوش ساده بگیریم. مهم پاکسازی کردنمونه. بعد محیطمون رو باید پاکسازی بکنیم، حالا با عود، اسفند، مریم گلیه یا هر چیز دیگه که ما در اختیار داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم و بهش ایمان و اعتقاد داریم. پس پاکسازی در اولویت قرار میگیره برای اینکه من بخوام خودم رو از تمام اون چیزهایی که من رو آلوده کرده، باهاش در طی روز و زندگی روزمره‌ام باهاش در ارتباط بودم، رها بشم، خلاص بشم. بعد میرسیم به چیزهای دیگه که براتون توضیح میدم. این ماه نو با حضور جوپیتر و نپتون در واقع میخواد به ما یاد بده که بهترین زمانه برای اینکه خود واقعی تو بشناسی. ببینی با خودت چندی، اصلا خودتو میشناسی، میدونی درونه چی میگذره، چه خبره، چه اتفاقاتی داره درونه تو پیش میاد. تو اگر خودتو نشناسی چطور میخوای قدم برداری؟ چطور میخوای آینده‌تو بسازی؟ چطور میخوای افکار و ایده‌هات رو با مسیر خودت، با مسیر روح خودت هماهنگ بکنی؟
در واقع تو این ماه نو اولین چیزی که باید روش تمرکز بکنیم همین موضوعه، شناخت خودمون. بسیار روی شهود ما تاثیر گذاره و ما میتونیم شهودمون رو توی ماه نو تقویت بکنیم. همونجور که توی ویدیوهای قبلی براتون گفته بودم، این دروازه مقدس رو از دست ندید. هنوز تایم داریم و میتونیم ازش استفاده بکنیم. مسئله دوم اینه که ببینیم آیا ساترن هست گذشته ما، پس باید ببینم آیا واقعا درسایی رو که از گذشته گرفتم خوب یاد گرفتم؟ اصلا بلدم ازش استفاده بکنم؟ چطور باید این درس هایی رو که من یاد گرفتم، تجربیاتی که کسب کردم رو چطور تو زندگیم ازش استفاده بکنم؟ این مهمترین نکته‌ایه که توی ماه نو باید بهش توجه بکنیم. گذشته من، ریشه های من، عادات من، سنت هایی که از گذشته از پدران و اجداد من به هم رسیده، آیا همش قابل استفاده است؟ تا کی میخوام به اینا بچسبم؟ تا کی میخوام وابستگی داشته باشم؟ بعد نیست توی ماه نو یه نگاهی بهش بندازم. ساترن هست و داره به من اجازه میده، از من حمایت میکنه، از این ماه نو داره حمایت میکنه که من به اینا یه نگاهی بندازم، یه بررسی بکنم، ببینم چطور میتونم از این گذشته استفاده بکنم، ازشون درس بگیرم، اون چه رو که مانع پیشرفت من میشه رو کنار بذارم. ماه نو زمانیه که من باید توجه داشته باشم به این چیزا، چون میخوام قدم بردارم و شروع کنم، میخوام با ماه نو برم بالا، میخوام تا ماه کامل خودم رو به سمت صعود و بالا بکشونم و رشد داشته باشم. بذرایی که من قراره تو ماه نو بکارم همون ایده ها و افکار و رویاهای منه که میخوام برای آیندم داشته باشم، اهدافیه که من میخوام ریز ریز بهشون برسم. بهترین اتفاق زندگی ما اینه که ما بتونیم با ماه نو، با فازهای ما خودمون رو هماهنگ بکنیم و باهاش پیش بریم. اینجوری میتونیم بهترین لحظات رو برای خودمون بسازیم. ماه نو زمان خیلی خوبیه که ما روی قلبمون کار بکنیم، چون داره با احساسات ما کار میکنه، داره با ارتباطات ما کار میکنه. پس روی چاکرای قلبمون زمان بذاریم و یک بررسی بهش بکنیم، احساسات خودمون رو نگاه بکنیم، ببینیم من با خودم چه ارتباطی دارم، احساسات من نسبت به خودم چیه. من اگر خودم رو دوست نداشته باشم چطور میتونم دیگران دوست داشته باشم؟ چطور میتونم با دیگران ارتباط بگیرم؟ پس نکته مهم بعدی تو این ماه نو این موضوعه که از حمایت نپتون، از حمایت ناهید استفاده بکنیم و با احساسات و ارزش‌های خودمون ارتباط بگیریم و ببینیم که چطور باید از اینا توی زندگیمون استفاده بکنیم. وقتی پای ساترن در میون هست، پس پای گذشتمون هم هست و مهمتر از اون، اگر از سیستم تروپیکال بخواید استفاده بکنید، این ماه در نشان خرچنگه و خرچنگ با احساسات ما عجینه، با ذهن احساسی ما داره کار میکنه و ماه خودش حاکم بر این نشان هست. با نوسانات احساسی روبرو هستیم. پس اگر شخصی، حرفی، موضوعی از گذشته رو اومد و خودش رو با شما درگیر کرد، شما درگیرش نشید، ناراحت نباشید، نگرانش نشید. این بار بیاین به این موضوع نگاه بکنید که تمام کائنات و سیارات دارن از من حمایت میکنن، پس میتونم متفاوت با این چالش هام برخورد بکنم. این بار دیگه میتونم حلش کنم و کنار بذارمش. این بار به این چالشاتون اینطوری نگاه کنید و اگر مشکلی از گذشته براتون پیش اومد، حالا بخواید به چشم کارما بهش نگاه بکنید یا هر چیز دیگه ای، اینطوری با این دیدگاه این دفعه پیش برید که سیارات هوای منو دارن و من میتونم خیلی راحت اینا رو حل بکنم. بریم سراغ نجوم ودایی و سیستم سایدریه. بهتون گفتم که این ماه نو در ناکشاتراهایی که قرار میگیره همشون به حاکمیت ژوپیتر هستن. ماه، خورشید، عطارد، ناهید، تمام اینها در ناکشاترای پونارواسو قرار میگیرن.
پونارواسو به حاکمیت ژوپیتره و با معنویت ما سر و کار داره. در واقع میخواد به ما بگه که روح در تجسم‌های مختلف قرار میگیره، بارها و بارها به این جهان میاد و میره تا بتونه به اون الوهیت اصلی برسه، تا بتونه به اون معنویت واقعی برسه، روح واقعی خودش رو هدف واقعی خودش رو پیدا بکنه. خصوصا که دقیقاً یک روز بعد از ماه نو، یعنی 7 جولای، ما با آخرین روز انرژی دروازه مقدس یا دروازه سیریوس روبرو هستیم که نهایت این انرژی رو داره به ما هدیه میده. زمانی که بسیار عالیه برای معنویت، روزیه که انرژی ها شانس، فرصت، رفاه، برکت رو به ما هدیه میدن. پس حیفه که بخوایم این انرژی ها رو از دست بدیم. از این ماه نوتون به حد کفایت لذت ببرید و برای آیندهتون اهداف خوبی رو داشته باشید. بذرهاتون رو بکارید و اجازه بدید که همزمان با ماه پیش برید و بهترین لحظات رو برای خودتون رقم بزنید. علاوه بر تمام چیزهایی که این ماه نو به عنوان آدابش انجام میشه، حتما تو این ماه نو به بی خانمانا کمک بکنید که با ناکشاترای پونارواسو بسیار عجین شده. حتما این کار رو انجام بدین و کارمای بسیار مثبتی برای خودتون بسازید. مخصوصا تو روز یکشنبه حتما این کار رو انجام بدید. خب بریم ببینیم که این ماه نو با این همه تاثیرات متفاوتی که داره روی نشانهای زودیاک چه تأثیری میذاره. میخوام براتون بگم که چطور با این ماه نو برخورد بکنید و بدونید که در واقع تو کدوم قسمت وجودیمون داره تاثیر میذاره. خب اولین نشان قوچ، حمل یا فروردینی ها هستن. این ماه نو میاد اون قسمتی از درون تو رو بیدار میکنه، روشن میکنه که تو همیشه قایمش کردی، سرکوبش کردی، احساساتی که هیچ وقت نشونش ندادی و قایمشون کردی، زیر خروارها خاک تو صندوق اون پایین یه قفل محکم هم زدی روش. الان اونا رو باید بیاری بیرون و به احساساتت نگاه بکنی. الان باید از خودت بپرسی که من واقعا چه احساسی دارم. تو حالا این سوال از خودت پرسیدی؟ چه احساسی داری؟ الان یکم بهش فکر کن. الان زمانیه که باید اون احساسات رو بیرون بکشی و بهش توجه بکنی و اگر لازمه خودت رو بروز بدی. سور، تارس یا اردیبهشت. انرژی این ماه نو میاد کودک درونت رو قلقلک میده. پس سوالی که تو باید از خودت بپرسی اینه که من با کودک درونم، با اون دختر یا پسر کوچولویی که تو وجود من هست چطور برخورد کردم؟ باهاش چی کار کردم؟ کجاها بهش آسیب زدم؟ کجاها دعواش کردم؟ کجاها بهش گفتم نکن، آروم بگیر؟ الان موقعشه که باید به این کودک، به این کوچولوی درونت توجه بکنی و ببینی چی ناراحتش کرده، چی داره اذیتش میکنه. و پاسخ به این سوالا باعث میشه که تو خیلی از آسیب‌هایی رو که دوران کودکیت خوردی رو متوجه بشی و این همون گذشته‌ای هست که ممکنه رو بیاد، اما این بار میتونی حلش بکنی. جوزا، دوقلو یا خرداد. میدونیم که خردادیا یا جوزایی ها خیلی پرتلاش و پرتکاپو هستن و دنیای بیرونشون خیلی براشون اهمیت داره. این ماه نو هم دقیقاً داره روی همین قسمت تو کار میکنه، اما میخواد بهت بگه که فکر کن چه چیزی رو باید رها کنی، به چه چیزی باید بچسبی، دنبال چه چیزی باید باشی جذبش بکنی تا اینطوری بتونی اون فضای مناسب رو برای خودت فراهم بکنی تا مسیر زندگی تو با مسیر روحی تو هماهنگ بشه، تا بتونی به اون چیزهایی که میخوای برسی. یعنی الان این ماه نو زمان بسیار خوبیه برای اینکه تو شروع کنی و قدم جدیدی رو برای خودت برداری.
خرچنگ، سرطان یا تیرماه، تیرماهی های احساسی که اکثرا توی گذشته هاشون سیر میکنن، چیزی رو به این راحتی فراموش نمیکنن. الان از خودت بپرس که کی هستم؟ من چه چیزایی رو لازم دارم؟ اصلا چه چیزایی مورد نیاز منه؟ آیا بهشون توجه میکنم؟ آیا بهشون اهمیت میدم؟ هرچند شاید این سوال خیلی ساده به نظر برسه، ولی باعث میشه که تو بهتر خودتو بشناسی، بهتر بتونی ببینی و تصمیم بگیری و آینده بهتری رو برای خودت بسازی. تیرماهی عادت دارن که فقط با ذهن احساسیشون تصمیم بگیرن، اما الان موقعیه که باید خود واقعیتو بشناسی تا بتونی بهتر و درست‌تر قدم برداری. لئو، اسد یا مرداد. یک کمی مکث، یک کمی سکون برات لازمه، برای اینکه باید فکر بکنی و ببینی که چطور باید حرکت بکنی. باید از خودت بپرسی که آیا مسیری که من توش هستم مسیر واقعی منه؟ مسیری که من باید توش باشم، مسیری که من باید توش حرکت بکنم. یک کمی سرعتت رو کم کن، یک کمی استراحت کن، افکارتو جمع جور کن و فکر کن ببین چطور باید حرکت بکنی. مسیرت رو یه ارزیابی بکن، بعد قدم بردار، اهدافتو بررسی کن، اولویتات رو ببین و دوباره حرکت بکن. خوشه، باکره یا شهریوری ها. این ماه نو روی احساساتتو با خودت و دیگران داره کار میکنه. از خودت بپرس آیا این همه من حساسیت به خرج میدم، این همه دقت میکنم، چیزهایی که میسازم، چیزهایی که ایجاد میکنم، آیا واقعا کارایی داره؟ اصلا به درد بخور هست؟ آیا واقعا چیزهاییه که بتونه به من کمک بکنه یا به دیگران کمک بکنه؟ این اون سوالیه که باید از خودت بپرسی و جواب این بهت کمک میکنه که بتونی بهتر تصمیم بگیری، بدونی که چطور باید رفتار بکنی، چجوری باید برنامه ریزی بکنی و چطور حرکت بکنی. این ماه رو ازش استفاده بکن و بهترین اهداف رو برای خودت داشته باش. میزان، ترازو یا مهر. از خودت زمان بذار و از خودت بپرس آیا از کارهایی که میکنی راضی هستی؟ اصلا به چیزهایی که میگی و کارهایی که انجام میدی اعتقاد داری؟ باور داری؟ چون گاهی اوقات برات پیش میاد که احساس بکنی که از اون مسیری که قبلا داشتی، چیزی که تو ذهنت بود، رویاهایی که مد نظرت بود، فاصله گرفتی، دور شدی. پس الان موقعشه که بهش فکر کنی، بشینی دوباره اهدافت و اولویت‌هات رو بررسی بکنی و اگر احساس میکنی که نیاز هست یک کمی تغییرش بدی. عقرب یا آبان ماهی های عزیز. یکم با خودت رو راست باش، صادق باش و ببین چه چیزهایی رو مخفی کردی، کجاها احساست رو سرکوب کردی و به خودت اجازه ابراز ندادی، کجاها ترسیدی که احساست دیده نشه و دیگران تو رو نفهمن. الان موقعشه که اینها رو کنار بذاری. الان موقعشه که با خودت رو راست باشی. شاید تو اونقدر عمیق باشی که توی اون آبهای شاید خیلی تاریک نتونی بری، اما الان موقعشه. الان نور ماه داره به اون آبها میتابه و تو میتونی درون خودت رو ببینی. پس فرصت خیلی خوبیه، ازش استفاده کن و ببین کجاها به خودت اجازه ابراز احساسات ندادی. قوس، کماندار یا آذر. برای شما بهترین زمان برای یک سفر درونی و متحول کننده. از خودت بپرس که من چقدر خودم رو میشناسم. آیا واقعاً میدونی به چی نیاز داری؟ چه چیزی درونت میگذره؟ خود واقعیت رو میشناسی؟ الان زمانیه که باید به این سوالات پاسخ بدی و خود واقعیت رو پیدا بکنی. همون خودی که اون گوشه کنارا نگهش داشتی و هی با هیجانات و ماجراجویی ها هی بهش گفتی حالا نه، هنوز نوبت تو نشده، ولی الان نوبتشه. الان باید بهش اهمیت بدی و ببینی چه چیزهایی رو نیاز داره و براش فراهم بکنی. جد،
کپریکورن یا دی. ساترنی های عزیز که معمولاً دیسیپلین، مسئولیت پذیری و وظایفشون براشون از هر چیزی مهمتره و معمولاً میترسن از اینکه احساساتشون رو بیان کنن. از احساسات شدید میترسن و معمولاً وقتی ببینیشون میگی چقدر آدمای جدی و سردی هستن. ولی الان از خودت بپرس از چی میترسی؟ چرا میترسی احساساتتو بروز بدی؟ از آسیب خوردن میترسی؟ یا قبلا آسیب خوردی؟ خب این گذشته رو یه بررسی بکن. به خودت این اجازه رو بده، با خودت رو راست باش و ببین چه چیزهایی رو باید تغییر بدی. چه آسیب هایی خوردی؟ ایرادی نداره، باهاشون روبرو شو. اما میتونی، اگر بخوای میتونی که اون احساسات رو درست بکنی و خودت رو تقویت بکنی و از آسیب پذیری های بعدی جلوگیری بکنی. دلو، آکواریوس یا بهمن. شما بیشتر از اون که به خودت بپردازی معمولاً به بیرون توجه میکنی و حالا زمانیه که باید از خودت بپرسی چقدر کارهایی که من بیرون انجام میدم با احساسات درونی من هماهنگی داره. اصلا من به خودم توجه میکنم؟ احساسات من کجاست؟ حالا به این موضوع فکر کن و احساساتت رو پیدا کن. احساسات تو با خودت باعث میشه که ارتباطات موفق تری با بیرونت داشته باشی. روی برنامه‌های روزانه‌ات یه تمرکزی بکن، یه بررسی بکن و ببین کدوم قسمتش باید تغییر بکنه تا تو بتونی بهترین ارتباط رو اول با خودت و بعد با دیگران و محیط اطرافت داشته باشی. تتواری زودیاک، هوت، ماهی یا اسفندیان. شما فوق‌العاده احساسی هستید و این ماه نو دقیقاً با آبهای اقیانوسی شما هماهنگ میشه. پس به خودت رجوع کن و از خودت بپرس کدوم احساساتی هست که من واقعی رو نشون میده. احساساتت رو با بیرون هماهنگ کن و خود واقعیت رو به دیگران نشون بده. احساسات درونیت رو اگر بروز بدی، همونی که هستی میتونه شخصیت واقعی تو رو به دیگران نشون بده و مانع بشه از اینکه دیگران بخوان تو رو سرکوب بکنن. براتون بهترین ها رو تو ماه نو آرزو میکنم و امیدوارم این ماه نو بشود هر آنچه که باید بشود. ماه نو بر همتون مبارک.